قرار نیست که همیشه کاری خیاطی باهاتون صحبت کنم. امروز میخوام از زبان مشتری کلا اتفاقات قشنگی که بعد از مراجعه اولشون براشون افتاده تا همین امروز از زبان خودشون بشنوید. امروز میخوام از داستانه قشنگم براتون تعریف کنم. من اولین بار که پیش فاطمه جون موهامو کراتین کردم، دقیقاً همون شبش با همسرم قرار گذاشتیم که همو ببینیم و با هم آشنا بشیم. بعد یه پروسه طولانی که قبول کردم و حالا آشنا شدیم و اینا، بعد حدوداً 8 ماه مهر ماه 1402 من موهامو دوباره ریشه گیری کردم، کراتین کردم که واسه تولدم مرتب بشم. دقیقاً روز تولدم همسرم از من خواستگاری کرد و بعدش دوباره بعد یه مدتی که گذشت که میرسه به امروز، دقیقاً من موهامو باز ریشه گیری کردم، کراتین کردم که قرار خواستگاریم باشه. به نظر من برای مهمترین لحظاتتون همیشه موهاتون رو کراتین کنید. هم خیلی مرتبید، هم خیلی زیباتر دیده میشید. به نظر من این لختی مو، جذابیتی که به آدم میده باعث میشه دل هر کسی رو ببره. دستای معجزه‌گر منو دیدید که باعث چه اتفاق قشنگی شد. میدونم که برای خیلی از مشتریام این اتفاق افتاده. ان شاءالله که همیشه شاهد اتفاقای قشنگتون باشم. کلی هم برای دنیا و امیرجان آرزوی خوشبختی میکنم. ان شاءالله که خوشبخت‌ترین باشید عزیزای دلم.